سلام، امروز در خدمت شما هستیم با آموزش جیب مردان. خب من تو الگوهایی که بهتون توضیح دادم مدل سومی رو انتخاب کردم. پهنا 13، بلندا 15 سانتی متر، 1.5 سانتی متر از اینجا رفتم بالا و 2 سانتی اومدم داخل. این هم تیکه‌ای بود که گفتم جای دوخت یه لبه به همون اندازه برمیدارم و میتونم جای دوخت دیگه برذاریم که این برمیگرده به عنوان نقاب جیب. خب من مدلی که کردم انتخاب کردم، اینجوری درش آوردم، جای دوختا رو که گذاشتم اینا اتو کردم و مشخصه. حالا میخوام دوختش رو توضیح بدم. اینو تا میکنیم برمیگردیم داخل و دوباره یه چند روش برای دوختش داریم. میتونیم همینجوری دوخت بزنیم، نه میتونیم اینا رو برگردونیم و اینجوری دوخت بزنیم، اینو اینجوری کنیم و دوخت رو شروع کنیم و نه میتونیم اینا یه کار دیگه که میتونیم بکنیم اینه، این دوتا تا برگردونیم داخل و اینو که میخوایم برگردونیم این حالتی شروع میکنیم به دوخت زدن. خب من الان دوخت رو شروع میکنم و این سمت هم همینجوری. کار تمیز در اومد. من با چند رنگ میدوزم که شما بتونید ببینید و دوباره دوخت بعدی. تمیز در اومد. خب حالا جای جیب رو مشخص کردیم روی لباسمون و اینو برمیگردونیم به سمت داخل. این تیکایی لبه ها بود و اینا که به خاطر تمیزی برمیگردونیم داخل. حالت گوشه رو تمیز نگه می‌داریم و اینو اینجوری فیکس میکنیم روی و شروع به دوخت میکنیم. اول دوخت نیش رو میدیم. دوخت نیشمون که تموم شد یه پایینی برتر شروع به دوخت میکنیم. اینو چند بار عقب جلو میکنیم همینطور این سمت که اینا فیکس بشه و پاره نشه. حالا نخه اضافه رو میشیم و یه جیب تمیز داریم.